سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 20 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. خطای ماه می نقشه بزرگش برای کشورهای آسیای مرکزی را اعلام میکند. امام علی رحمان به نیویورک رفت، اپوزیسیون روزی نیست. در شغنان در مساحت 1075 هکتار مشغول حربی میسازند. زن و زنی گروهی بین 10 مهاجر تاجیک و ازبک در مسکو. 10 سال بی‌عدالتی زید سعیدوف در محبس به سن 65 رسید. نخستین بازدید پوتین از شهر از سوی روسیه اشغال شده ماریوپول. و اکنون تفصیلات خبرها. ماه مای سال 2023 در خطای نخستین سامیت چین و آسیای مرکزی دایر می شود. در جریان آن پکین می خواهد یک نقشه بزرگ رشد مناسبت‌های بین چین و آسیای مرکزی را با رهبران این منطقه در میان گذارد. در این باره روز 20 مارس سال 2023 رئیس جمهوری خلقی چین سی جین پینگ در برقیه خود به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان خبر داد. سی جین پینگ در این پیام که به مناسبت عید نوروز به همتای تاجیکش فرستاده است، نخست امام علی رحمان و مردم تاجیکستان را به عید نوروز تبریک گفته از یک قطار توافقات مهم در آخرین ملاقاتشان که ماه سپتامبر سال 2022 در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در سمرقند دایر شده بود نیز یادآور شده است. رهبر خطای در ادامه پیام خود همتای تاجیکش را اطمینان داده است که من به گسترش مناسبت‌های چین و تاجیکستان توجه زیاد ظاهر می‌نمایم. سی جین پینگ امام علی رحمان را برای پذیرفتن دعوت برای اشتراک در سامیت یکم چین و آسیای مرکزی و برای انجام سفر دولتی به خطای در ماه مای سال روان استقبال کرده نوشته است. انتظار دارم که با مقصد پیشبرد همکاری‌های دو جانبه به مرحله جدید ما با شما نقشه بزرگ رشد مناسبت‌های بین چین و آسیای مرکزی، چین و تاجیکستان را مورد بررسی قرار دهیم. تفصیلات دیگر این نقشه بزرگ خطای برای آسیای مرکزی نشر نشده است، ولی خطای الکی به یک سرمایه‌گذار اساسی کشورهای منطقه تبدیل یافته است. بنا به اطلاعات دریافتی از زیاده 3 میلیارد دلار قرض خارجی تاجیکستان تقریبا نصفش یعنی حدود 1.5 میلیارد دلارش قرض خطای است. قرض قرقیزستان از پکین 1.8 میلیارد دلار رقم زده شده. قرض ازبکستان از خطای الکی 4 میلیارد دلار گذشته است. و قزاقستان بزرگترین اقتصاد منطقه نیز از این اژدهای آسیا الکی بیش از 10 میلیارد دلار قرضدار شده است. از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها ترکمنستان سال 2021 اعلام کرده بود که تمام قرضهای خطای را برگردانیده است، ولی تصدیق درستی این ادعا توسط منابع مستقل بنابر کشور خیلی پوشیده بودن ترکمنستان امکان ندارد. مقامات تاجیکستان قرض و سرمایه‌گذاری خطای را برای تامین رشد اقتصاد جمهوری مهم می‌شمارند و از آن استقبال می‌کردند. یک مقام بلندپایه در دوشنبه حتی از پکین توصیف کرده بود که به فرق از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول برای دریافت قرض‌هایش شرط‌های وزنی نمی‌گذارد، ولی کارشناسان قرض‌های خطای را استعماری می‌شمارند و از آن بیم دارند که اگر فردا کشورهای آسیای مرکزی این قرض‌ها را برگرداندن نتوانند، مجبور می‌شوند بخشی از استقلالات خود یا حتی قسمی از قلمروشان را در اختیار این اژدهای آسیا بگذارند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان صبح 20 مارس سال 2023 برای اشتراک در کنفرانس آب سازمان ملل متحد به شهر نیویورک آمریکا سفر کرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که در فرودگاه دوشنبه امام علی رحمان را رئیسان هر دو مجلس پارلمان تاجیکستان رستم امام علی و محمد طاهر زاکرزاده، سروزیر قایر رسولزاده، رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاده رحمان و دیگر شخصان رسمی گسیل کردند. بنا به اطلاع رسمی امام علی رحمان را در این سفر وزیر کارهای خارجه سراج الدین موریدین، یاردمچی پرزیدنت اوید به مسائل رابطه‌های خارجی و اوید به مسائل کادرها اعظمشاه شریفی و اسدالله رحمان، وزیر انرژتیک و ذخیره آب دلیر جمعه، رئیسان کمیته‌های حالت‌های فوق‌العاده و حفظ محیط زیست و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند. قبلا گزارش شده بود که امام علی رحمان و پادشاه هلند ویلیام الکساندر باعث همرئیسان انجمن آب سازمان ملل در نیویورک انتخاب شدند. پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف نیروهای مخالف تاجیک که فعالیتش در تاجیکستان
منع شده است. با نشر یک اظهارات خبر داد که این سفر پرزیدنت تاجیکستان تا 29 مارس سال 2023 دوام میکند و قرار است امامعلی رحمان در پی اشتراک در انجمن سازمان ملل از چندین کشور اروپا از جمله آلمان و بریتانیا نیز بازدید کند. پیمان ملی با مذمت از این کشورهای اساس بنیادیشان ارزش‌های دموکراتی به سفر امامعلی رحمان اجازه دادن گفت این سفر در حال دایر می شود که از سرکوب خونین اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان 1 سال هم نگذشته است و در ساعتها و دقیقه‌هایی که امامعلی رحمان در کشورهای آزاد استقبال می شود در زندانهای وی به شکنجه صدها دیگر اندیشان ادامه خواهند داد. اما امامعلی رحمان این سفرش را چون شهادت دستگیری جامعه جهانی از حکومتش به نمایش می‌گذارد. با اظهار تأسف گفته است در اظهاراتش پیمان ملی این ائتلاف مخالفین تاجیک که از سال 2018 در اروپا تأسیس یافته در همانجا عمل می‌کند. در ادامه اظهاراتش بیشتر در رد شدن درخواست‌های پناهندگان مخالفین و دیگر اندیشان تاجیک در کشورهای اروپا و تهدید اخراج آنها پرداخته از جمله از قضیه‌های حزب الله شوالیزاده و عبدالله شمس‌الدین یادآور شده است. پیمان ملی از جهان آزاد دعوت کرده است که من بعد نیز در قانونی‌گردانی رژیم‌های خودکامه سهم نگذارند، به آنها در تعقیب دیگر اندیشان کمک نکنند و به این وسیله به آنها در صادر کردن جنایت‌های ضد بشری و پایمال کردن حقوق و آزادی‌های شهروندان چراغ سبز نشان ندهند. امامعلی رحمان 70 سال داشته از پایان سال 1992 اینک بیش از 30 سال باز بر تاجیکستان رهبری می‌کند. در سال 2016 با تفسیر یک قانون ویژه به امامعلی رحمان رسما مقام اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت داده شد. این مقام به او حق می‌دهد که به صورت بی‌محدود نامزدی‌اش را به پرزیدنتی پیشبری کند. طرفدارانش میگویند که امامعلی رحمان بود که به جنگ خونین شهروندی در تاجیکستان نقطه گذاشته، کشورش را از خطر نابودی و پراکنده شوی نجات داد و بعد 1000 سال از سقوط دولت سامانیان دولتداری تاجیکان را برقرار کرد. اما مخالفانش امامعلی رحمان را به ساختن یک نظام خودکامه آلوده به فساد، تقسیم منصب‌های کلیدی و تجارت‌های پرفایده در بین فرزندان و دامادها و خویش و تبارش، سرکوب و زندانی کردن دیگر اندیشان، جاری کردن شخص پرستی و ناتوانی در تامین کردن مردمش با جای کار و نیروی برق عیبدار می‌کنند و می‌گویند تا حال صدها هزار ساکنان تاجیکستان مجبورند هر سال برای مردکاری به روسیه بروند و تیرما و زمستان به ساکنان در شبانه روز همگی چند ساعت برق می‌دهند. زید سعید و وزیر سابق صنعت و صاحبکار خوشنام تاجیک روز 20 مارس سال 2023 به سن 65 رسید. زید سعید فینک 10 سال باز زادروسویش را در پشت پنجره در معبش جشن میگیرد. تا پایان حکم او باز 19 سال دیگر باقی مانده است. زید سعیدوف را 19 ماه سال 2013 یک ماه بعد اعلان عزمش برای تأسیس یک حزب سیاسی نو با نام تاجیکستان نو بازداشت کردند و در مجموع به 29 سال زندان محکوم کردند. از ابتدا اکثر این حکم را سیاسی و ناعادلانه می‌خواندند و حتی دادرسی که حکم آخرین زید سعیدوف را صادر کرد شرمیده و گناهکارانه گفته بود که زید شیرویچ چی کار کنیم که تقاضای زمانه همین است. در سال 2018 دو نهاد معتبر سازمان ملل متحد از جمله کمیته حقوق انسان حکم زید سعیدوف را غیر قانونی نامیدند و از حکومت تاجیکستان خواستند که او را آزاد کرده برای سالهای در زندان پس سرکرده‌اش به زید سعیدوف جبران پرداخت کنند، ولی قرار سازمان ملل را هم در دوشنبه کسی به نوبت نگرفت. بعد امضای سازشنامه سال 1998 بر اساس سهمیه 30 فایزه برای مخالفین جدا شده زید سعیدوف رئیس کمیته صنعت تاجیکستان تعیین شد. زید سعیدوف از سال 2000 تا 2006 وزیر صنعت تاجیکستان بود و بعد رفتنش از این مقام شرکت تاج ساختمان را تشکیل داد. این شرکت به یکی از شرکت‌های پیشتاز در بازار ساختمان کشور تبدیل یافت و چندین بناهای محتشم در پایتخت تاجیکستان از جمله دوشنبه پلازا که با 22 قبتش بلندترین بنا در شهر دوشنبه دونسته میشد، بنای نو مکتب رقم 8، مهمانخانه گلستان تور و دفتر مرکزی شرکت تسل را شرکت‌های ساختمانی مربوط به زید سعیدوف ساختند. زید سعیدوف ماه سال 2013 یک ماه بعد اعلان عزمش برای تأسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و ابتدا به 26 و در نهایت به 29 سال زندان محکوم شد. خود او بارها بازداشت حکم زندانش را
سیاسی نامیده به عزمش برای ساختن حزب سیاسی ربط داده است. سازمان‌های حامی حقوق نیز زید سیدوف را محبوس سیاسی مینامند، اما مقامات تاجیکستان انگیزه‌های سیاسی داشتن حکم او را رد می‌کنند. کرمل خبر داد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شب 17 مارس سال 2023 از شهر بندری ماریوپول در شرق اوکراین که ماه سال 2022 از جانب نیروهای روسیه اشغال شده است بازدید کرد. بنا به اطلاع رسمی پوتین با چرخبال تا ماریوپول آمده و سپس خودش پشت چنبر فرمان ماشین نشسته همراه معاون سروزیر روسیه مرات اوسنولین در کوچه های شهر سیر و گشت کرده است. این نخستین سفر پوتین به قلمروایی بود که روسیه در جریان جنگ 24 فوریه سال 2022 به ضد اوکراین اشغال کرد. قبلا خبر آمده بود که پوتین روز 17 مارس در سالگرد نهم اشغال نیم جزیره کریم از شهر سواستوپول یک بندر بزرگ در جنوب این نیم جزیره نیز بازدید کرده است. در ویدیو نشر شده دیده می شود که پوتین با اوسنولین مسئله قرصو برای برقرار کردن شهر را بررسی کرده است. سپس از بنای فیلارمون ماریوپول بازدید می کند. همچنین شبکه‌های دولتی روسیه لحظه‌های صحبت پوتین با ساکنان ماریوپول را نشر کردند. ارتش روسیه ماریوپول را ماه سال 2022 در پی جنگ‌های شدید و بمباران خرابی‌آور شهر اشغال کرد. به حساب سازمان ملل در این جنگ‌ها تا 90% بناهای بلندارشانه و تا 60% خانه‌های شخصی خراب کرده شدند. تا جنگ در ماریوپول 426,000 کس زندگی می‌کرد. در جریان محاصره شهر دست کم 25,000 ساکن ماریوپول کشته و 350,000 نفر گریزه شدند. سفر پوتین به سرزمین‌های اشغال شده اوکراین همگی یک روز بعد صدور حکم بازداشت او و وکالتدار حقوق کودک روسیه ماریا لیووا بیلووا از سوی دادگاه بین المللی گاگا صورت گرفت. این دادگاه پوتین و زیردستانش را در مجبوراً به روسیه بردن هزاران کودک از سرزمین‌های اشغال شده از جمله از ماریوپول گناهکار می‌کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان به وزارت مدافع جمهوری برای ساختن مشق‌های حربی در سرحد با افغانستان قطعه زمین جدا کرده است. موافق قرار قطعه زمین در نوحه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان برای استفاده به مولد به وزارت مدافع تاجیکستان برای گذراندن مشق‌های منتظم تاکتیکی، تیرپرانی و رانندگی داده می شود. برای ساختمان مشق‌ها از زمین‌های خواجگی دولتی پامیر در نوحه شغنان با میدان عمومی 1075 از 30 هکتار، از آن 109 از 98 هکتار چراگاه، 0 از 62 هکتار زیر دریاها، جویها و سایها، 94 از 98 هکتار قمزار، 0 از 03 هکتار زیر راهها و گذرگاهها، 870 از 59 هکتار فرو رفته، یک و شغلدار گرفته می شود. آمده است در قرار به وزارت مدافع تاجیکستان سپارش داده شده است که قطعه‌های زمین داده شده را با ترتیب مقرر گردیده موافق تعیینات و مقصدناک استفاده نمایند. دیگر جزئیات مسئله از جمله مولت مقرر شده برای ساختمان مشق‌های حربی در نوحه شغنان در قرار حکومت ذکر نشده است. در وزارت مدافع جمهوری نیز بعض اپلیوز میسر نشد که درباره جزئیات ساختمان مشق‌های نو معلومات دریافت کنند. در حال حاضر در تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان دو مشق‌های حربی عمل می‌کنند. مامیرک که کمی دورتر از شهر کولاب جایگیر شده است و حرب میدان واقع در قلمرو نوحه شهرتوز ولایت ختلان، غیر از این کمی دورتر از دوشنبه مشق‌های فخرآباد و لاهور و در نزدیکی شهر بختر تمرینگاه سنبولی جایگیرند که در آن واحدهای پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر شدند. در منطقه نیژنی میوین که در قسمت غربی شهر مسکو با اشتراک بیش از 50 مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان زن و زنی گروهی رخ داده است. در این باره تلگرام کانال باز خبر داد. بنا به اطلاعیه این نشریه این زن و زنی با استفاده از ارماتور و بلغه ها روز 8 مارس سال 2023 روی داده. سببش این بود است که کارگران ساختمان مجتمع بناهای استقامتی گرانبهای استراف یا جزیره نتوانستند وقت تناول خوراک را بین خود تقسیم کنند. بعضا می نویسد که کارگران از ازبکستان می خواستند یکم شده
خوراکشان را بخورند، ولی کارگران از تاجیکستان با این راضی نبودند و میخواستند آنها یکم باشند. در نتیجه دو طرف به اتفاق رسیدن نتوانستند و مهاجران از گریبان یکدیگر گرفتند. در نتیجه این زن و زنی گروهی چند نفر جراحت برداشته به بیمارستان انتقال داده شدند. پلیس به جای حادثه رسیده دعوتاً از اشتراکشان زن و زنی را دستگیر کرد. به این دستگیر شدگان اکنون نه فقط خطر از دست دادن جای کار بلکه اخراج از روسیه با من بازگشت به این کشور برای سالهای زیاد تعدیل میکند. موردهای افزاینده زن و زنی ها بین مهاجران مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زن و زنی ها بین مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای داخلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زن و زنی ها بیرحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم میکنند. روز 19 مارس سال 2023 نقطه فروش سوزشواری کبیر 77 در نویه جبو رسول فی ولایت سوخت به کامیابیش رفته است. این زپراف که میبایست روزهای نزدیک کشاده میشد برای فرو نشاندن سوختار 13 ماشین سوختار نشانی جلب کرده شده است. خبرگزاری سپوتنیک تاجیکستان از محل حادثه خبر داد که بر اثر این حادثه ناخوش امارات و اسباب و تجهیزات‌های تکنیکی تامین کننده مواد سوخت سیب سیاه و به خاکستر تبدیل شدند. بنا به گفته فاروق یوسفی سردار اداره سوختارنشانی نویه جبو رسولوف، سوختار تقریبا ساعت 9:25 رخ داده است. سوختار در مساحت 40 متر مربع دامن پهن کرده است. خوشبختانه علنگه آتش تا ذخیره کننده گاز و بنزین نرسیده و کسی از کارمندان انشاءات آسیب جدی جسمانی نبرداشتند، گفت یوسفی. نقطه فروش سوزشواری کبیر 77 نفساختمان بوده تازه برای شروع نمودن فعالیت آمادگی میدید، ولی پیش از کشوده شدنش به کامیابیش رفت. مقامات سبب و ضرر رسیده از حادثه را تحقیق میکنند. بر پایه اطلاع مقامات دوام سال گذشته در سوخت بیش از 460 مورد آتش سوزی به قید گرفته شده است که بسیارشان در پی نقض قاعده‌های بی‌خطری از سوختار رخ دادند. با شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا عریضه مرد 28 ساله ساکن نویه مذکور راننده شرکت رخش تاکسی وارد گردیده است که 19 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 9:30 دو نفر شخص نامعلوم به اتومبیل نشسته هنگام به کوچه جبو رسول فی پایتخت رسیدند. حق راهرو 50 سومونی را نداده برای زوروری از دستش تلفن موبایل تمغه سامسونگ A20 را که ارزشش 1000 سومونی می باشد کشیده گرفته از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه به جبریده 1050 سومونی ضرر مادی رسانیدند. هنگام گذراندن چهره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوانان 21 و 22 ساله ساکنان امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شدند. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. صحنه 7 مارس سال 2023 در یک قطار شبکه‌های اجتماعی نواری نشر گردید که در حال مناقشه لفظی یک نفر راننده و جوانزن مسافر انعکاس یافته هر دو همدیگر را با الفاظ قبیح دشنام می‌دهند. نوار مذکور که پر از الفاظ قبیح است از جانب شهروندان واکنش‌های منفی را به میان آورده از مقامات ملیس خواهش نمودند که نسبت هر دو برای دشنام‌های همدیگر چاراندیشی کرده شود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه علیه روز بعد 18 مارس سال 2023 خبر داد که ضمن سنجش از جانب کارمندان ملیسیا معین کرده شد که راننده اتومبیل تمغه فولکس واگن رقم‌های قید دولتیش 0713 00 شهروند وهاب اهل‌دین سال تولدش 1990 استقامت کننده شهر دوشنبه دهه چوریکوران و مسافرزن شهروند ابراهیم و میجگانه سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه اسپیچک می باشند. در نتیجه پرسش آشکار گردید که صحنه 7 مارس سال جاری تخمینا ساعت 13:20 ابراهیم و میجگانه از کوچه اسپیچک به اتومبیل نشسته به سمت محله مهکلانه راسپور می گردد. از سبب سر وقت به سمت فرمای شده گردش کردن نتوانستن راننده میان نامبردگان مناقشه سر زده همدیگر را با الفاظ قبیح دشنام دادند. ملیس دوشنبه گفت هر دو هم راننده و هم مسافرزن خود را در ویران نمودن ترتیبات جمعیتی گناهکار می‌سازند. وابسته به حالت مذکور نسبت راننده وهاب اهل‌دین و مسافرزن ابراهیم و میجگانه طبق طلبات ماده 460 مای دوباشی
کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده از جانب دادگاه نویه سینا نسبت هر کدام جزا در نمود جریمه به اندازه 7 نشان دهنده برای صبحها برابر 478 سامانی تطبیق کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور با عریضه جوان 21 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 18 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 9:30 هنگام در داخل مسافربر خطسر رقم 15 قرار داشتنش شخصان نامعلوم با روی پنهانی از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ و 300 سامانیش را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 2800 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 27 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه سینا عریضه مرد 29 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 3 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 15:00 در کوچه مخصوم پایتخت مرد 34 ساله ساکن امین نویه با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه مرسدس بنز که ارزشش 175,000 سامانی را تشکیل می‌دهد گرفته وعده داده است که مبلغش را در مدت 2 روز برمیگرداند، اما نامبرده автомاشین مذکور را به مبلغ 80,000 سامانی فروخته مبلغ را به منفعت شخصیش صرف نموده است. این چنین نامبرده 4 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 15:00 در محله اسپیچک با روی فریب به باوری جبر دیده در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه لکسوس RX 350 را که ارزشش 160,000 سامانی را تشکیل می‌دهد گرفته وعده داده است که автомاشین مذکور را به مبلغ 200,000 سامانی فروخته مبلغش را برمیگرداند، اما نامبرده автомاشین مذکور را به مبلغ 90,000 سامانی فروخته مبلغ را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کولاب عریضه زن 36 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که از سال 2020 تا 20 ینور سال 2023 زن 26 ساله ساکن همین شهر با روی فریب به باوریش در آمده از او جواهرات گوناگون طلایی و مبلغ‌های پولی را گرفته تا حال بر نگردانیده است. در نتیجه به جبر دیده به مبلغ 627,000 سامانی ضرر مخصوصا کلان مالی رسانیده است. نسبت گمانبر شونده با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده. اوید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.